ما بای هول دختنه بچه شیرین ما بای هول دختنه بچه ما هین خدمت رفت بچه این مکتبی مردانگی نبدست مکتبی به تربیگی بدسته از شیرینی اوچه با هم برادرتیه من نفهمیدم که ترا بعد دستی پای خود کشتنی روی میکنمه. آهو ناله مادر غالبجان ابراهیموف سرباز 23 ساله از ناحیه همدانی شام 25 اپریل در شفاخانه جان داده است. سبب مرگ را فرو بردن ناگاهانه استخوان گفتند. بچم کسل شد تلفن کرد ای خدمت تلفن کرد که اوچا جان من استاغون خوردم کسلم گفتم چه خیلی استاغون خوردی در خونه توقعات می کفتی بجاش اسم کی اوقا استاغونی کلانت چه خیلی خوردی فوچا جان استاغون خوردم ای بالاش قانونم دادن پا پرت کم بالینسا بردنم گفتن سازی استاغون برفت است پایون رفته کم ترخنکی گرفته است. ظاهراً غالبجان روزی 6 اپریل استخوان را فرو برده است. خودش در یک پیام صوتی به خواهرش خبر داده و از بی‌اعتنایی افسران به سیاتی‌اش شکایت کرده است. زیبا جان سازی خوبی سلامتیت خوبه؟ چون کردی چیو داره چند شانسازان و چند زنگ نمیشه نمیجم ازم نیسته او روز دوشنبه بود آش خوردردون استوان کرکم بلنشان بردم بلنشان رنگین دنم بروان همجا 3 روزه ایچ خوردن نمیتونم این پانی جلوت کم مخدوم ای بای نمیدونم چی کنم نمیجا یکون چی با درد نمیرسم دیگر زنگ تونم زدن نتونستم و چما بگو کیم فلشیده اگر شوه مقصد بشوه اگون چون قرضم تیتا میوم همجا زایت یکوی کار میکنم اتمون لازه گوشتالم بران گوشتال اونجا میستمی قطعوبر میکنم همجا همه جوابو میتن میوم همجا زایت یکوی کار میکنم سمیتره هر زودن میگیرم پادیم اخدو قسم وضعیتم بزهی و پادیم. در مکالمه های صوتی و کتبی با اهل عائله که رادیو آزادی آنها را دید، غالبجان از تأخیر در معالجه و عذاب خدمت و کار در قسم نظامی شکایت کرده است. مادرش میگوید هنگام معالجه از پسرش هم پول خواستند. زنگ زد که قطعی دکتری امو خدمت اومد که بامرا 800 سوم تیار که من سومامیو میگیرم را گوسپیتال روی میکنم بچم اومد سوما گرفت برفت گوسپیتال رفت اویجا زنگ زد بچم که 300 سومی دیگه اتش روی که مرا قربولوش رنگ خری میبرن اتش سوم روی کد رفت با زنگ زد که اوچا جون امرا یکنیم تروی سوم روی که من سوز نشیدم با ایجا میگیرن خدمت میبرن چس میبرن سوز نشیدم رفتم ای همسایه قرض کم یکنیم تا همسایه قرض کم روانش کردم. بعد از مدت غالبجان استخوان فرو برده‌اش را قی کرده است. به گفته مادر بی‌اعتنایی و بی‌پروایی به صحتی پسرش سبب مرگ فرزندش شد. مسئولان قسم نظامی قضیه را تاکنون شرح ندادند. غالبجان ابراهیموف بعد ختم دانشگاه ملی ماه اکتبر سال 2025 داوطلبانه به ارتش رفته است. به گفته مادر از بدرفتاری در قسم نظامی شکایت می‌کرد. حالا او در نامه از مقامات خواسته است عاملان احتمالی مرگ فرزندش را جزا بدهند. در عکس حال معلوم می شود که کسی پروای فرزندان ما را ندارد. پایان اقتباس: موردهای بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و هم بی‌پروایی به صحتی سربازان که سبب مرگ آنها می شود در گذشته هم زیاد بوده است.